نیازی نیست پول ویزیت دکتر بدی فقط برای اینکه جواب آزمایش تو دکتر بخونه. بیا با هوش مصنوعی این کارو انجام بده. با من همراه باش. سلام، من محسن پاشایی ام. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای هوش مصنوعی با من. امروز قراره هوش مصنوعی جمینای گوگل رو که رایگانم هست و فارسی رو پشتیبانی میکنه رو بگم. قبلا یه ویدیو براتون توضیح داده بودم، میتونید اینجا ببینید. کد جمینای گوگل رو یاد دادم، لینکش رو میذارم اینجا. غیر از اون امروز میخوایم بهتون نشون بدم که جواب آزمایش هم حتی میتونید با هوش مصنوعی انجام بدید. بریم داخل سایت تا بهتون نشون بدم. هم با موبایل میشه هم با کامپیوتر. اما یه دقیقه قبلش صبر کن، لطفا ویدیو رو همین الان لایکش کن. اگر منو سابسکرایب نداری حتما همین الان سابسکرایب کن. کل هوش‌های مصنوعی رو توی پلیلیستی که اینجا میذارم حتما نگاه کنید. همه رو تحلیل کردیم و همینطور فتوشاپ رو، نرم افزار فتوشاپ رو از 0 تا 100 یاد دادم که این هم میتونید اینجا ببینید. بریم داخل سایت. ممنون. فقط کافی وارد سایت جمینی گوگل یا جیمینای، یه دو تا اسپل میتونه داشته باشه، جمینی یا جیمینای گوگل بشید. هم با اپ این ساپورت میکنه و هم با در حقیقت گوشی و هم موبایل. من اینجا اومدم بچه، این پایین مثل چت محوره دیگه، یعنی من قبلا یه ویدیو کامل توضیح دادم، مثل چت جی پی تی، مثل کوپایلت، هوش‌های مصنوعی که چت میشه باشون کرد. ولی یه تفاوت داره، اینه که بچه اینجا میتونید شما تصویر براش آپلود بکنید که بگی آقا روی تصویر من این کار انجام بده. قبلش من یه نکته بگم، اگر داخل ایران هستی و ممکن بود به خاطر تحریما و این حرفا برای شما باز نشد، شما نیاز دارید به یک وی پی ان یا یک دقیقاً فیلتر شکن که آی پی تون رو تغییر بده برای اتصال. مشکلی نداره، وقتی وصل میشید وارد سایت میشید. اگر دیدید که نشد برای من همینجا کامنت بکنید که بیشتر راهنماییتون بکنم. میاد اینجا این پایین سمت راست آپلود ایمیج رو میکنید. من قبلا یه آزمایش پیدا کردم از گوگل، زدم دانلود کردم، نمیدونم مال کی هم هست. اینجا آپلود میشه، این پایین میبینید اینجا آپلود میشه. بعد به فارسی، خوبیش اینه که پشتیبانی فارسی داره. میزنم جواب آزمایش، جواب آزمایش و اینتر میزنم. ببین بچه‌ها، قشنگ این جواب آزمایش رو برای من تحلیل کرده که این چه تستیه که من میگم همینجوری تو گوگل یه تست آزمایش پیدا کردم، میگه مال آزمایش خونه. بعد قشنگ اومده توی جدول بندی مشخص، حتی برات نوشته تفسیر کرده که آقا اینا کاهش پیدا کرده، سلولای سفید خونه کاهش پیدا کرده، یا اینکه بعد تحلیلش هم کرده، نمیدونم چی کار باید بکنی، نکاتی که مثلا باید به خاطر داشته باشی. همه رو حتی چند نکته هم گفته که آقا در مورد کمخونی اطلاعاتتو برده بالا که بدونی که الان تو چه وضعیتی هستی و تحلیل کرده. اینم بهتون بگم بچه، این به معنی نیستش که حتما دیگه نباید بری دکتر. نه، دکتر نیازه، ولی خب یه جاهای دیگه شما قبل از اینکه مثلا دیگه بری دکتر میتونید تا یه حدی دیدی بگیری نسبت به جواب آزمایشتون و بعد بری پیش دکتر و دکتر براتون تحلیل بکنه. دکتر اینجا الان در حقیقت درمانم بهتون گفته، ولی خب دیگه یه سری چیزا واقعا علمیه و نیاز به قرص و دارو و اینا رو دیگه باید تجویز دکتر باشه. این هست از این در حقیقت چت جی پی تی. بعد یه چیز نکته دیگه حالا تو این ویدیو بهتون میگم. بچه‌ها، من خودم می‌خواستم برم برای سفر به ترکیه. گفتم آقا چیکار باید بکنم؟ یه به فارسی براش دادم که برای من مثلا هتل‌های 3 ستاره در استانبول ترکیه رو برام چیز بکن. همه رو برام معرفی کرده، موقعیتاشو هم گفته. بعد در جواب بهش گفتم که آقا اگه میشه نزدیک میدان تکسیم که تو همون خیابون استقلال خیلی هم معروفه، اونجا که توریستی هم هست، به معرفی بکن. قشنگ اومده برای من هتل‌ها رو معرفی کرده، عکس هتل‌ها رو گذاشته، قیمتاشون رو گفته. میدونید یعنی بعد کاملا هم معتبر، اطلاعات غلط به شما نمیده. حتی من میتونم بزنم مثلا سفرنامه‌ای که توی روز یه برنامه سفری برای من تو ترکیه بذار روز اول چی کار باید بکنم، همه رو برای من میگه. اینجا بنویسم، بذار بنویسم برنامه
بچه ببینید نمیشه من تو برنامه به فارسی نمیشه برنامه‌ریزی کن روز اول سفر در استانبول کجا برم. اینجا سابمیت رو میزنم. برای من قشنگ نوشت صبح کجا برو، بازدید کن از این مسجد، گشت و گذار فلان در بازار کجاست، بعد از اون چیکار بکن، یعنی قشنگ عصرش چیکار میتونی بکنی. بعد چند تا نکته رو برات چیز میکنه که بهترین موقعی که الان میخوای این کارو بکنی، بعد مثلا بهار باشه، پول رایجش چیه، الان چقدر نیاز داری، کامل اینا رو برات تحلیل کرده. اینجا صوتی هم میتونی باهاش صحبت بکنی، یعنی با میکروفون حرف بزنی. بعد حتما هم با هوش مصنوعی بهش فیدبک بده. اگر واقعا اطلاعاتش به درد اومد بهش لایک بده، یه فیدبک بهش بده که متوجه بشه. برای در حقیقت باید یه تعاملی با هوش مصنوعی داشته باشید. همین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و مفید باشه براتون. با جمینای گوگل حتما ارتباط بگیرید و کار بکنید. هر سوالی هم هست پایین از من بپرسید، حتما جواب خواهم داد داخل کامنت ها. خیلی ممنون از حمایتتون. تا بعد.